گروه از راننده‌های شرکت رخش تاکسی در شهر دوشنبه میگویند که از اول ماه اپریل ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی رقم ماشین‌هایشان را به یگان سبب روشن میگیرند. یکی از راننده‌ها روز 22 اپریل در شبکه‌های اجتماعی گفت: ما 200,000 قرض کردیم، خمونده جای کارگوی تشکیل کردیم، اساس بگیریم. ما باید همین اویلامون بخرونیم. لیکن یا گرفتن یک باره مورا در راه قپیده گایا نمیرومون گرفتن. این ما نمیدونم یگان که صاحبش گفتن نمیتون. شرکت میریم صبر کن. اوجاش میریم گاهی میگه شرکت برین. اوجا دا میگه لیمیتون زیاد شده گاهی میگه دیگه نمر باید نگه اینجا شرکت نمر گرفته دو دسته. ما نمیدونیم چیکار ما بانکمون چیکار میکنیم. اویلامون چی خیلی میخرونیم. ما میخوایم که بفهمیم همین کی تشکیل کرده برای چی کرده. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی وقتی رقم ماشین را میگیرند به جایش یک کاغذ میدهند که مهر و امضا ندارد، فقط نام ناظر در آنجا نوشته شده است و خلاص. راننده ها میگویند که از شرکت رخش تاکسی هم پاسخ روشن نمیگیرند. ماشینم 20 دقیقه بود پیش خانه ده. ما دری کلو ندارم. ایجا 20 دقیقه اومدن نمره را کندن نکم. تو ای خانه برو اومدن گفتن نمره تا کندن. جو نوشتن که مثال ممکن است فرمانه وقتی که در ماشین راننده وجود نداشته باشه ولی در وقتی چیزش ممکنه همین کار که نمره ما را کندن. مدیران شرکت روز 22 اپریل با روزنامه نگاران واخوری نکردند. یک از مسئولین به معرفی خود غیر رسمی گفت که به مقامات نامه فرستادند و جواب را انتظارند، اما مضمون نامه را نگفت. نه ما چه خیلی برام ما در سوق سپردگی ما ای بانک قرض دارم باز برام با 10,000 که جو برام بتم. در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی گفتند که برای گرفتن معلومات باید رسما نامه فرستاده شود. یکی از نمایندگان بازرسی دولتی اتومبیلی گفت که خود راننده ها میدانند که چرا رقم های ماشینشان گرفته شده است. پیشتر هم مقامات بعضی شرکت ها را مجبور کردند که ماشین های کهنه را از راه بردارند. بعداً طلب شد که تاکسی ها بیشتر الکترومبیل داشته باشند. یکی از راننده های دیگر گفتم بیار نمره را بسپاری، نمر زرد داشتیم سپاریدیم تا حاضر یکی نمر نمیتیم. میگن که صبر کنین نمر میشوه. میگه یک ماشین بانک اومده گیه نمیدونیم چیکار کنیم. مردم قرض را ای شرکت گفتم که نمر را بسپاری. طبق قرار شهرداری دوشنبه همه شرکت های تاکسی باید تا ماه سپتامبر سال 2025 ماشین هایشان را به الکترومبیل عوض کنند. حالا در شهر دوشنبه تقریبا 13 شرکت تاکسی فعال است و در عموم 8,000 ماشین دارند. از اینها 4,350 تاش اجازه رسمی دارند، اما معلوم شده است که بعضی شرکت ها مثل اکو تاکسی 850 ماشین، تالکو پرسیا 566، سفر آریان 441، آلوچه 572 و 33 210 تا نسبت به سهمیه داده شده ماشین بیشتر استفاده میبرند.